آیا ما می توانیم بیر غیر الکلی را بنوشیم؟ درباره نوشیدنی های الکلی در قرآن بسیار واضح گفته شده است. در سوره مائده سوره 5 خداوند پاک می فرماید یا ایها الذین آمنوا او you believe انما الخمر والمیسر most certainly intoxicants and gambling والانصاب والازلام dedication of stones divination of arrows رجس من عمل الشیطان these are Satan's handiwork فاجتنبوا لعلکم تفلحون abstain from this handiwork that you may prosper. So this verse of the Quran که هر نوع نوشیدنی های زهری منع شده است. any intoxicants drugs etc it is prohibited. Now the question سوالی است که آیا بیر غیر الکلی در اسلام جایز است یا نه؟ allowed in Islam. First let us understand اول باید بفهمیم که بیر غیر الکلی چی است. شما وقتی که در بوتل این بیر بخوانید در آن نشته نشده است که در این بیر الکل است. چطور ساخته میشه؟ باید بفهمیم بیر غیر الکلی همون رقم ساخته میشه، همون رقمی که بیر الکلی ساخته میشه که الکل داره. اما در بیر غیر الکلی اینا چی میکنن؟ اینا الکلش خارج میسازن با میتودهای مختلف. به طور مثال آب را ما در 100 درجه سانتیگراد به جوش میرسانیم. وقتی بخوایم ایتانول به جوش برسانیم، ایتانول مواد است، ایتایل الکل است، امی الکل نوشیدنی. درجه جوش ازی 70 درجه است. و وقتی که ایره زیر 100 درجه یعنی در 70 تا 80 درجه به جوش برسانیم، ایتانول ازی مبرایه. یک میتود دیگه آسموس است و تمامی میتودهایی که توسط کمپانی انجام می شود که بیر غیر الکلی می سازد، اینا می تواند که 100% الکل از بین ببرد، خارج کند. می تواند 95% الکل از او خارج کند، هنوز هم 5% الکل در او باقی می ماند. به خاطر که 100% کشیدن الکل از بیر بسیار قیمت است، بسیار مشکل است و بسیار قیمت است. و به اساس راهنمایی سازمان غذایی امریکا، اگر مواد در یک غذا پایین تر از 5% باشد، او را باید در پشت از قطعه یا هر چیزی که است نشته نکنید. پس به خاطر که الکل در بیر غیر الکلی 5% یا کمتر از 5% است، اونا نشته نمیکنن مگم الکل است. پس به خاطر که او پایین تر از 5% است، طبق قانون اونا نشته نباید بکنن. Because it contains 0.5% and less, by law it need not be mentioned on the can, but مگم الکل داره. چطور ساخته شد؟ قبل از قرن 20 وقتی که الکل و شراب در امریکا بند شد، پس اینا به خاطر از اینکه از قانون فرار کنند چی کردن؟ اینا بیر ساختن و الکل ازش خارج ساختن که تنها 5% الکل داشت و این قانونی بود. و وقتی که بعدا قانون اجازه داد که الکل در امریکا نوشیده شود، باز اینا واین و ویسکی و چیزهای دیگر را ساختن. مگم هنوز هم مردم بود که میخواستن امی بیر به الکل که یعنی کم الکل داره ای بنوشن. اما باید بگویم که این بیر غیر الکلی هنوز هم شراب دارد، الکل دارد و تقریبا نزدیک به 5% الکل در آن است. کمتر از ویسکی و واین و چیزهای دیگه است. پس ببینید 5% الکل دارد. Approximately 5% of alcohol. مزهش همانند بیر است، مزهش در دهن هم یک رقم است و اگر کسایی که می نوشن الکلی و غیر الکلی را هر دویش مزهش یک رقم است. و normal beer feel non-alcoholic beer is somewhat similar. متاسفانه بعضی از مسلمان ها فکر میکنن که نوشیدن بیر غیر الکلی جایز است. بعضی از فتواها است، بعضی از علما گفته است که اجازه است، اما تمامش غلط است. به خاطر که اونا نمیفهمند که این بیر غیر الکلی چطور ساخته شده است و به خاطر که در پشت قطعه از اون نشتن است، اینا فکر میکنند که نوشیدن از این جایز است و در الکل نیست. مگر ما باید بفهمیم که حقیقتا الکل در داخل از او است. پس ببینید تاثیرش چی رقم است. اگر یک بیر که غیر الکلی از 5% الکل دارد و 10 دانه از این شما بنوشید، تاثیر از این به اندازه یک بیر است که الکل دارد.
و یا شما اگر نیم قوطی بیر الکلی نرمال بخورین و 5 قوطی بیر غیر الکلی را بخورین، تاثیر از این به اندازه اونم نیم قوطی بیر الکلی است. در حدیث بسیار واضح گفته شده است، حدیث ابن ماجه، هر موادی که هر نوشیدنی که شما را نشه می سازد در مقدار زیاد، نوشیدن مقدار زیادش شما را نشه می سازد، نوشیدن مقدار کم از او هم حرام است. و به اساس از این حدیث بسیار واضح گفته شده است که برای یک مسلمان نوشیدن بیر غیر الکلی اجازه نیست، به خاطر که الکل از او کاملا از او خارج نشده است. به اساس از این بسیار واضح ما گفته میتونیم که جایز نیست که شما بیر غیر الکلی بنوشید اگرچه در پشت قوطی از او نشته هم نشده است، به خاطر که شما اگر زیاد از این بنوشین او همون تاثیر نشه آور را می داشته باشد که یک بیر الکلی می داشته باشد. به اساس از این نوشیدنش جایز نیست. متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی و شمول بسیاری از کشورهای بزرگ اسلامی در اونجا فروختن از این اجازه است و متاسفانه بسیاری از مسلمان ها فکر میکنند که نوشیدن از این اجازه است. یک بار وقتی که ما با طیاره سفر میکردم از عربستان میامدم، بعد از عمره یک برادر مسلمان در پهلوی من نشسته بود، او بیر می اول فکر کردم که مسلمان نیست، بعدا او خواست که یک فرم مهاجرتش خانه پوری کنم و وقتی که را نشته میکردم فهمیدم نامش محمد است. ازش پرسان کردم که آیا تو مسلمان هستی؟ او گفت بله. گفتم خیلی چرا بیر می نوشی؟ او گفت بیر است، در عربستان جایز است اینجا میشه بنوشی. میگه بیر است، مشکل نداره. او فکر میکرد که بیری که در عربستان از غیر الکلی است اجازه است و پس نوشیدنش مشکل نداره. مزهش یک رقم است، غیر قابل تحمل بود. ما باید بگویم که نوشیدن بیر غیر الکلی حرام است و ما پیشنهاد میکنم برای کشورهای مسلمان که شما باید دوباره ای را بررسی بکنید، به خاطر که با مسلمان اجازه نیست، جایز نیست که ای بیر بنوشد، به خاطر که هنوز هم در او الکل وجود دارد و اگر زیادش بنوشد شما را نشه می سازد.